سلام. بذار یه ذره نفسم سر جاش بیاد. این پورتال درست کردن خیلی انرژی میبره. خب آیا این پورتال‌ها فقط ما رو فیلم‌های علمی تخیلی ان یا از نظر فیزیکی امکان پذیرن؟ بگذاریم از این که همین الان یه دونه درست کردم و اینجا هم که فیلم علمی تخیلی نیست. شاید هم هست. نه حالا جدی، نزدیکترین چیزی که به این پورتال‌ها توی فیزیک وجود داره کرمچاله‌ها هستن که توی فیلم تماس رابرت زمکیس یا توی فیلم اینترستلار کریستوفر نولان خود کرمچاله‌ها رو به تصویر کشیده. حالا بیایم ببینیم کرمچاله‌ها چی هستن. آیا از نظر فیزیکی واقعیت دارن؟ اگه یادتون باشه توی کلیپ قبلی گفتیم که نسبیت عام انیشتین میگه که فضا و زمان میتونه خم بشه. این خمیدگی خیلی چیز پیچیده‌ایه و باید بذاریم توی کلیپ دیگه مفصل در موردش صحبت بکنیم. ولی اگه بخوایم اون خیلی ساده تصورش بکنیم، میتونیم تشبیهش کنیم به یک صفحه دو بعدی منعطف که توسط یه جرمی خم میشه. البته این مدل سازی خیلی اشکال داره، ولی خب چاره‌ای نیست، مجبوریم همینجوری به تصویر بکشیمش. اوایل قرن 20 یه دانشمندی به اسم کارل شوارتزل اما از این اسامی آلمانی کارل شوارتزشیلد. همین که این گفت، اون از معادلات نسبیت عام یه نتیجه گرفت که فضا و زمان میتونه در اطراف یک جرم فوق‌العاده فشرده تا بی‌نهایت خم بشه، یعنی یه جورایی سوراخ توی فضا ایجاد بشه. میش همون سیاه‌چاله‌ای که الان میشناسیم. حالا موضوع سیاه‌چاله هم باز بمونه برای یه کلیپ دیگه، ولی این سیاه‌چاله‌ها فضا رو بی‌نهایت خم میکنن و معادلاتی که این انحنا رو نتیجه میده یه رادیکالیه که هم مثبت داره هم منفی، که ما معمولا منفی رو به عنوان نتیجه غیر قابل قبول رد میکنیم، ولی خب گفتن شاید این منفیش هم وجود داشته باشه. یعنی این انحنای منفی میتونه از یک جایی از جهان سر در بیاره که به جایی که همه چی داره واردش میشه، اونجا همه چی داره خارج میشه که میشه همون سفیدچاله. حالا اگه اون ورودی سیاه‌چاله رو به خروجی سفیدچاله وصل کنیم، این مسیری که دو تا نقطه رو به هم وصل میکنه میشه یک کرمچاله. این دو تا نقطه‌ای که کرمچاله به هم وصل میکنه میتونه دو تا جهان مختلف باشه اگر اصلا جهان‌های دیگه‌ای وجود داره، و یا میتونه دو تا نقطه از فضای همین جهان ما باشه، یا اینکه حتی دو تا نقطه از زمان باشه. حالا مشکل اینجاست که اینا فقط نتیجه یه سری معادلات ریاضیه و هیچکی نمیدونه که اینا میتونن در واقعیت وجود داشته باشن یا نه. سیاه‌چاله خب تا حدودی اثبات شده، تا حدودی. حالا اگر سیاه‌چاله منجر بشه به یک کرمچاله‌ای که ما رو به یه نقطه دیگه از فضا وصل بکنه، مشکل اینجاست که اون جرمی که اون سیاه‌چاله رو ساخته دهانه این کرمچاله رو فوری میبنده و اونو غیر قابل عبور میکنه. تازه بر فرض محال اگر بتونیم ازش هم عبور بکنیم یه طرفه است، یعنی میتونیم فقط بریم، نمیتونیم برگردیم. در طول این سالها دانشمندا خیلی دنبال این بودن که بتونن با کمک معادلات نسبیت یه کرمچاله‌ای رو معادلاتش رو در بیارن که هم قابل عبور باشه، هم قابل بازگشت باشه و از همین مهمتر اینقدر پایدار باشه که بشه ازش عبور کرد و باعث بشه سریعتر از سرعت نور از هر نقطه از فضا به یه نقطه دیگه از فضا یا حتی زمان سفر کرد. حالا جالبه که از نظر هندسی معادلات نسبیت اجازه همچین کرمچاله‌ای رو میدن، ولی مشکل اینجاست که برای پایدار نگه داشتن و باز نگه داشتن دهانه کرمچاله ما نیازی به مقادیر زیادی از انرژی منفی داریم که خب اینجاست که دیگه نسبیت عام کم میاره. یعنی دیگه تو نسبیت ما چیزی به اسم انرژی منفی نمیتونیم داشته باشیم. حالا کی گفته نسبیت 100% درسته؟ ممکنه در آینده یه نظریه کاملتری بیاد که به ما اجازه وجود همچین چیزی رو بده. ببخشید بله؟ نظریه کشف شده قبلا. بله. همین الان به من گفتن که همچین نظریه وجود داره. توی کوانتوم ما چیزی به اسم انرژی منفی داریم. یه پدیده است به اسم اثر کازیمیر که آزمایش شده و اثبات هم شده که میگه انرژی منفی وجود داره. ولی خب مشکل اینجاست که خیلی 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 مقدارش کمه و اصلا کافی نیست برای ساختن یک سیاه‌چاله در ابعاد بزرگ که بشه ازش عبور کرد. حالا که بس از روش‌های غیر ممکنه، یه نظریه دیگه هم وجود داره به اسم نظریه ریسمان ها که اونم کاملا تئوریه بدون هیچ گونه شواهد تجربی. تو نظریه میگه که در ابتدای پیدایش جهان میتونسته کرمچاله‌هایی به وجود بیاد که در سر انبساط جهان اینا هم کش اومدن و الان دو تا نقطه از فضا رو به هم وصل میکنن و آمادن که ما ازشون استفاده کنیم برای سفرهای فضایی. البته کاملا تئوری روی کاغذ بدون هیچ شواهد تجربی. بنابراین طبق قوانین فیزیک کرمچاله‌ها فقط توی همون فیلم‌های علمی تخیلی وجود دارن. البته قوانین فیزیک فعلی، پیشرفت علم رو دست کم نگیرید و البته متافیزیک رو هم دست کم نگیرید. خدا نگهدار تا کلیپ بعدی.